عده زیادی از کارشناسان معتقدند که ما امروز روز درون جنگ سرد دوم قرار داریم که از سال 2014 با تجدید تنش میان دو بلوک شرق و غرب به وجود اومد. بلوک غرب به رهبری آمریکا، اروپا و ناتو و بلوک شرق اتحاد سه کشور تازه قدرت گرفته یعنی روسیه، چین و ایرانه. جنگ سرد اول که بین آمریکا و شوروی بود رو همه میدونید که آمریکا پیروز شد. اما شرایط مثل گذشته نیست و آمریکا که اون زمان در اوج قدرت بود در سالهای اخیر با افول بی‌سابقه‌ای روبرو شده، طوری که مجبور شد از عراق و افغانستان خارج شه که این موضوع برای آمریکایی شکست استراتژیک محسوب میشه. از طرفی بلوک شرق هم با نیروی تازه نفسی مثل ایران که هم سابقه حمله به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد و هم خاک اسرائیل رو در کارنامه داره و همچنین قدرت اقتصادی بی‌سابقه چین، بلوک شرق قدرتی فراتر از پیشبینی‌های آمریکا رو به دست آورده. نظر شما چیه؟ به نظر